همه دوست دارن، درسته؟ حالا شاید 10 تا 20 تا هم داشته باشین شما، چون آدمای خوبی هستین حتما تو زندگی دوستای بیشتری دارین، ولی لااقلش اینه که یه دوست خوب دارین. میتونه این دوست حتی همسر ما هم باشه، برادرمون هم باشه، پدرمون هم باشه، یا یه دوست همکار باشه. من دوست دارم یه قطعه تقدیم بکنم که از طرف شما هم تقدیم بکنید به لطف و صداقت و پاکی دوستاتون که در مراحل مختلف زندگی همگام شما هستن و این در موفقیت انسان در زندگی خیلی موثره. قبول دارید که این قطعه رو از طرف شما تقدیم بکنیم به دوستاتون؟ پس قطعه ای دوست رو تقدیم میکنیم با غزل زیبایی از استاد محمد علی بهمنی. میگه نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، بیهوده میکوشی بمانی مهربانی دوست. خیلی عالیه که آدم اینجوری دوستش دوست داشته باشه. فدای دوست، حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. در دیگران می جویم اما بدون دوست اینسان نمی ز من حتی نشانی دوست. من در تو گم گشتم مرا در خود صدا میزن تا پاسخم را بشنوی بگذار ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست. گر آتش تو زاده شد ققنوس شعر من سردی مکن با این چنین آتش به جان ای دوست. گفتی بخوان خواندم اگرچه گوش نسپردی، حالا که نالم خواستی پس خود بخوان ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست. من خانم آن وقت جاویدان نمیخواهم، گر بی‌توانی یک نفس با من بمانی یا حتی هم با هر بهانه شانه خالی کن از منی بر شانه ها بار گران دوست. نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، بیهوده میکوشی به ما مهربانی دوست. آنسان که میخواهد دلم با من بگو آری، من دوست دارم حرف دل رو بر زبان ای دوست، 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 ای دوست،
روی دوستامون